به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه شومنصور با عریضه مرد 32 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2020 مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش درآمده از او برای فروش 5 عدد автомашین های تمغه اوپل استرا را به مبلغ 540,000 سومانی نرخگذاری کرده گرفته автомашین ها را فروخته مبلغهایش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 9 اکتبر سال 2021 تقریبا ساعت 15:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا پولودوف دانیار سال تولدش 1986 ساکن شهر استرافشن هنگام حرکت در شورای دوشنبه چنوق در حدود نویه دیوشتیچ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه وز 2106 تحت اداره راننده شکوروف عزت الله سال تولدش 1981 ساکن جماعت دیهات غزنترک شهر استرافشن برخورده است. در نتیجه راننده اوپل استرا در جای حادثه به هلاکت رسیده مسافرانش عزیزوف اسکندر و مظفروف سعید عمر سال تولدشان 2004 ساکنان شهر استرافشن جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.